وقتی زردچوبه مصرف میکنید تو بدن شما چه اتفاقی میفته؟ تو این ویدیو رازهای در مورد زردچوبه رو بهتون میگیم که باعث میشه هر روز زردچوبه مصرف کنید و عاشقش بشید. ولی به شرطی که از این روشی که میگیم استفاده کنید. اگه زردچوبه رو با روغن زیتون مخلوط کنید، خواص اون خیلی بیشتر میشه. بعضی از افراد روش درست خوردن از زردچوبه رو نمیدونن و باعث از بین رفتن فواید فوق‌العاده اون میشن. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید تا از این رازها باخبر بشید. زردچوبه رو همگی میشناسید چون به عنوان یه ادویه تو اغلب غذاهای آسیایی و مخصوصا ایرانی استفاده میشه. از خانواده زنجبیله ولی زردچوبه دارای یه ماده شگفت‌انگیز به نام کرکمینه که برای بدن خیلی مفیده. همچنین حاوی پروتئین، آنتی اکسیدان‌ها، ریزمغذی‌ها و روغن‌های فراره. تو این ویدیو در مورد فواید حیرت انگیز زردچوبه صحبت می‌کنیم که باعث میشه هر روز اون رو مصرف کنید و همچنین نحوه مصرف زردچوبه رو به بهترین شکل بهتون میگیم. 1. ضد التهاب قوی. زردچوبه یه ضد التهاب قویه که از نظر علمی ثابت شده باعث درمان عفونت‌های داخلی مثل التهاب لوزه‌ها، لوزالمعده، گلو، کبد و عفونت‌های خارجی مثل کرک میشه. علاوه بر اون یکی از قوی‌ترین درمان‌ها برای مبتلایان به کرونا است. 2. پیشگیری از سرطان. زردچوبه مملو از آنتی اکسیدان‌های قویه که باعث میشه به درمان و پیشگیری از سرطان پوست، سرطان پروستات، سرطان سینه و سرطان روده بزرگ کمک کنه. این کار رو از طریق تحریک سلول‌های بدن برای از بین بردن سلول‌های سرطانی انجام میده. 3. چربی‌سوزی و کاهش وزن. زردچوبه مقاومت سلولی به انسولین رو که مسئول ذخیره چربی تو بدن کاهش میده و سطح قند خون رو کم میکنه. غیر از اون ترشح صفرا در بدن رو تحریک میکنه و چربی‌سوزی و هضم رو تقویت میکنه. با این کار نفخ رو کم میکنه و باعث سوزوندن چربی در بدن میشه. 4. تقویت سیستم ایمنی بدن و مبارزه با پیری. همه ما افراد زیادی رو تو سن 50 سالگی به بالا میبینیم که علائم پیری رو نشون نمیدن و جوان‌تر به نظر میان. اگه میخواید مثل اونا سر حال باشید و مغز فعالی داشته باشید و چیر چروک کمی داشته باشید، از زردچوبه غافل نشید چون باعث فعالتر شدن و جوانتر شدن شما میشه. قبل از ادامه ویدیو لطفاً اگر ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای سلامتی ما رو از دست ندید. 5. تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر. تجمع پروتئین ها بین سلول های مغزیه که باعث بیماری آلزایمر و اختلال حافظه میشه. ترکیبات گیاهی موجود در زردچوبه مثل کرکمین و روغن های فرار باعث نابودی این رسوبات میشه. بنابراین مصرف منظم زردچوبه یه راه خیلی مؤثر برای بهبود حافظه و پیشگیری از آلزایمره. از طرفی زردچوبه مثل یک ماده ضد التهاب برای قلبه که میتونه فشار خون و التهاب مفاصل رو کم کنه و با باکتری ها و ویروس ها مبارزه کنه و سرعت متابولیسم بدنتون رو بالا ببره. برای همین میگیم که زردچوبه معجزه میکنه، اما نکته مهم اینه که مهمترین ماده زردچوبه یعنی کرکمین یه مولکول آبگریزه، یعنی سخت تو آب حل میشه. پس باید چیکار کنیم؟ بهتره که اونو با چربی سالم مثل روغن زیتون میل کنید یا با چربی ها و وعده های غذایی گوشت یا تخم مرغ میل کنید. میتونید کمی فلفل سیاه هم بهش اضافه کنید و با اضافه کردن اون میتونید یه غذای سالم درست کنید. یا میتونید یک قاشق پودر زردچوبه رو با یک تخم مرغ یا یک قاشق روغن زیتون ترکیب کنید و اون رو در دمای پایین گرم کنید، مثل درست کردن نیمرو در روغن زیتون. این روش خوردن باعث میشه که به دستگاه گوارشتون در جذب بهتر اون کمک کنید و از فواید شگفت‌انگیز اون بهره مند بشید. اگه این ویدیو براتون مفید بود ما رو لایک کنید و حتما ویدیوهای دیگه ما رو در مورد زردچوبه ببینید.
و نظراتتون رو برامون کامنت کنید. مراقب سلامتیتون باشید و ممنون که تا انتها همراه ما بودید.